آیا می توان بدون احساس گرسنگی مداوم وزن کم کرد؟ با انتخاب غذاهای سالم، سرشار از فیبر و دارای پروتئین کافی این امکان وجود دارد. کاهش وزن بدون ورزش ممکن است، اما فعالیت بدنی احساس آزادی و نشاط را افزایش می دهد. استرس بالا یکی از موانع اصلی لاغری است. افزایش هورمون کورتیزول موجب ذخیره چربی شکمی و افزایش میل به شیرینی می شود. رژیم غذایی یک اجبار نیست، بلکه نوعی روش زندگی است که می تواند لذت بخش باشد. با تمرکز بر غذاهای سالم و متنوع که مورد علاقه شما باشند، احساس کنترل بیشتری خواهید داشت. 5 اشتباه رایج در مسیر کاهش وزن: حذف کامل گروه‌های غذایی، ورزش بیش از حد، گرسنگی شدید، با نادیده گرفتن خواب کافی. گاهی گرسنه نیستی، بلکه ناراحتی. برای مقابله با پرخوری عصبی، 5 دقیقه تأمل، نوشیدن آب یا نوشتن احساسات می تواند مؤثر باشد. با کاهش وزن، کیفیت خواب بهتر می شود، حال روحی بهبود می یابد و احساس رضایت از خود افزایش پیدا می کند.